اوکی قبول دارم محصولات تویوتا واقعا با دمام مرگ نداره، اوکی، ولی دیگه خدای این ماشینا عمرشونو کردن دیگه. طرف داره زار میزنه میگه دیگه سوار من نشو، یا اوراقم کن یا صرف تا صد بازسازیم کن. میخوام برم داخلشو بهتون نشون بدم. اینا رو باید صرف تا صد دیگه بازسازی کرد، موتورشو عوض کنی، صندلیاشو عوض کنی. آقا این ماشین فکر نکنید نمایشگاهی ها همه فیک میذارن، کار کردش چیزیه که نشون میده به ما 378,000 تا. خب حاجی جان نگاه کن، من الان میخوام استارت بزنم بهش دیگه. اوکی روشن شد. خب سویچ هم روشه، در اومد. حالا ماشین رو نگاه کن روشن. بابا دیگه این ماشین چیزی برای از دست دادن نداره. طرفداری چی میخوایم بکنیم؟ ماشین 2007 رو میخوای با ماشین 2024 مقایسه کنی چینی؟ نمیدونم، ولش کن.